سال 1985 وقتی استیو جابز فقط 30 سالش بود، هیئت مدیره اپل بهش گفتن که ما دیگه به تو نیازی نداریم و اخراجش کردن. این برای استیو جابز یه سیلی محکم بود. اون بعدها توی مصاحبه گفت احساس میکردم کل دنیا رو شونه‌ام خراب شده. اما اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد، ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو میذاریم برات بیاد. بریم سراغ ادامه ویدیو. اما استیو تسلیم نشد. اون بعدها رفتش یه شرکتی به اسم نکس رو تأسیس کرده و اونو گسترش داد. اونجا تکنولوژی‌های ساخت که بعداً اپل رو نجات داد و در سال 1977 به اپل برگشت و همون فناوری که توی نکس پایه‌گذاری کرده بود و توی محصولاتی مثل آیفون و آیمک آورد و برشکستگی شرکت اپل رو نجات داد. درس این داستان چیه؟ گاهی وقتا شکست‌ها پایان راه نیستن و یه در بسته روبرود به معنی این نیستش که کل درهای زندگیت بسته است. تسلیم نشدن تو همچین موقعیتایی به ذهنیت رشد برمیگرده.